همه فکر میکنن لوگوی BMW فقط یه طرح شیک و ساده است، ولی یه افسانه قدیمی پشت این دایره آبی و سفید پنهانه. ماجرا برمیگرده به سال 1929 وقتی BMW یه تبلیغ منتشر کرد که لوگو رو وسط ملخ یه هواپیمای در حال پرواز نشون میداد. لوگو دقیقاً همون جا قرار گرفته بود که ملخ میچرخید و به نظر میرسید این دایره آبی و سفید داره با سرعت تو آسمون میچرخه. نتیجه چی شد؟ مردم باور کردن این لوگو نماد موتورهای هواپیماییه که BMW زمانی میساخته. اما واقعیت چیز دیگه‌ایه. طرحهای لوگو هیچ ربطی به ملخ نداره. رنگهاش از پرچم ایالت بایرن در آلمان گرفته شده، زادگاه برند BMW. ولی اون تصویر تبلیغاتی قوی‌تر از واقعیت بود و تبدیل شد به افسانه‌ای که هنوز هم خیلی ها باورش دارن.